کمکش خون آباد بخون همین مسئله رو کم کم همتری باش رو از بار بوده است حضرت میگه خوب ببینه در نفحات الانس نام کتابی حضرت عبدالرحمن جامی نفحات الانس میگه یا شب خوب دید حضرت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حجرش در اومد قطعی شخصی دیگه یعنی پریده خوب خیزد خوب دیده استای داوید دستبوسی و دعا و درود گفته استای و حضرت میگه همین قطعی هم رفیقش چیزی مشورت کردن هم بودن به قطعش در اومده بود یا سب مبرورا میتایی حضرت این همین ای خوب میخیزد دیگه ای شدی لبریز شیدش سر و سیما میدواب داری دودرش کفتن میگیره و دودرش بده سولای خودش خورده ابچه بخی خونه آباد بچه یوشی خوولو میدونی من در خوب چی دیدم بگو بسیوی من اکاکا همون قطعی حضرت من بدم التماس کردم همون سیوه که به تدوزی وی بدن مقصد این همی درجه و منزلت ها داشته همی در هم کتاب سوانح ورده است میگه همیشه در همه عصر زمان اولیاء الله وجود دارن عددشون هم میگه 354 نفر ای کم نمیشه یک نفر قطب است قطب الاقطاب همه همه حلقه در گیر یمو چرخ میزنن هست 2 نفره اینا را نقبا میگن نقیب ها هستن 4 نفره اوتاتشو میگن اینا میخا 7 نفره هستن اینا را ابدال میگن اصطلاحات اسمر ابدال رو کی نباشه از آن خبر غفال را هست گروه 40 نفره اینا را ابرار میگن همون سبحت الابرار مولانا جامی هم اطرافی همی صحبت میکنن و هستن 300 تنها 300 نفره اینا را اخیار میگن اگر به شرطی که ختم بره از دنیا گذشت یک نفر از همون نقبا ختم میشود یک نفر از این اوتاد 4 نفرها نقیب میشود یک نفر از ابدال 7 نفرها اوتاد میشود یک نفر از 40 نفرها یعنی ابرار انا ابدال میشود 7 نفره دا میگذره یک نفر از 300 تنها از اخیار او ابرار میشود یک شخصیت تازه و متقی پاک در این حلقه میدروید همیشه یگان عصر زمان نیست که دنیا به اولیاء الله باشه گر به دنیا خیر بفرستد کریم یا کند دفع بلاهای عظیم جمله را دانی طفیل ذاکران راکعان و ساجدان و خاشعان ذکرگویانان به عالم که خدا می کرد باران و رزق بر ما عطا به شرافت همین بزرگ مردای خدا هست حضرت میگه لا تقوم الساعه الا علی شرور الناس قیامت قایم نمیشه مگر بر بدترین مردم همین زمانی که در دنیا دیگه اولیاء الله باقی نماند دیگه مردای خوب باقی نماند دیگه قرآن برداشتن حافظ قرآن باقی نماند و یقین بدانید که قیامت اومده قیامت اومده است ساعت قیامت نزدیک شد برای همین اینا همیشه بدن هستن هیچ زبانی نیست که نباشند اما عادتا ایو را نمیشناسند اما همدیگر را میفهمند خیلی همدیگر خیلی خبردار هستن مثلا عبدال از همدیگر بخبرند حلقه خچونه دارند ابرار از همدیگر بخبرند حلقه خچونه دارند حتی میگه اگر همین دو اولیاء در یک جو بغلتن حقیقتا اولیاء موشن میفهمند کدمش در کدم درجه قرار دارند هر کدمش با هم کوری خود با هم رفتار خود قدرتی پروردگار همین نه که عادتا مردم همین چیزایی را که مباحاتی بد میکنن ای حد میگذرونن همون رو هیچ خوب نیستن همون رو اگر بگیری از سولی که عادی شده نمیتونن این نفسی که دارن این در دنیا داده شده گیر این چاپلوسی و تملق‌کاری که در پیش حکم میکنن قسم به الله صوفی عادی نیستن این درجه و این منزلت و اصول نیستن پسترین درجه کمترین درجه که باید زیر فقیری نبی دنیا ایافی هر کی هست از فقیه و پیر و مرید یا زبان آوران پاک نفس چون به دنیای دون فرود آمد به اصل در بیماند پای مگس کسی نباشه همین دنیا در که داده شد و یقین بفهم که در هم پیوله اصل پاش چسبید
دیگه پری پروازش سرش میاد خلاص بعد کمترینش همیه وقتی که همی در وجود اینقدر هست، اینقدر غرور و تکبر، اینقدر محبت دنیا، این دعوا و این لوفا همه گزافه به خدا خسته. اما هستن دوستای خدا بزرگوار هستن، بیشترش به بعد مرگ آشکار میشه. در وقتی زنده بودنشو نمیفهمن. همین یک قصه ترجمه حالی را همین مولوی محمد جان کوخندی علیه رحمه خوندم. عجیب یک گپ گفته است سبحان الله. همین یک در همه هندوستان میگه یک ملا اومد، ملا درویش باشن و باشن تری گفتگی اگر فراموش نکرده باشن. میگه این مردی خدا همین آدم بسیار متقی. این تاجیکستان او وقت تاجیکستان نبودی ولی مقصد همین بگیم این ماورا اونه رفته است. بسیار آدم متقی پاکیزه کاری همتری همین جنوب تاجیکستان. بعد میگه گفت که همون چیلشینیاش گفته است بسیار قصه درو زیده ای کوتاه گپ همیه که و میگه خطیب میگه خیر خوش کرد گفت انشالله گفت در حرم و میخریم جای ملاقات و حرم. میگه گفتم دیوونه شده است چی شده است مردکی خوب موگج و حرم کجا در همجا بزرگ شکمون سیر میکنیم آدمای مسافر در دهنی دری خونه های مردم. قدرتی خدا همون سال میگه پدرم میویم مادرش مرده است را پدرش همین از زمین زیادی داشته است فروخته یا پولو را گرفته هم باید هر نشان اومده است هم فرزند خبرگیری و هم حج میروه. میگه گو بچم بیو بریم حج بازی امکانیت هست کی میدونه آیا میشوه نمیشوه. زمانهای پیش هندوستان و پاکستان سفری بحری قدیمی رفتن بحر خطی نزدیک های اما خلیج فارس هم میبروه یک قدم رای نزدیک های. قیسه کوتاه رفته میگه در حرم در وقتی طواف همون مولا را با میخرم همون شیخه همین السلام علیکم گفت کی گوی جاولی جای سلام نیسته طواف کن در حجره رسول الله صلی الله علیه وسلم با میخریم جای تولد حضرت. او زمانه حالی تری کتابخونهش نکرده بودن اما را به خود یکسو نکرده بودن اما خونه ها بدنده میگم به طریق همون مقصد همیتا فرسوده و کرنه. بعدی طواف میفود سعی میگه زدم رفتم همونجا نگاه کردم یک چند نفر اشتگی هم ذکر کرده استیاده سروی همش خواهم رفتم میگه ما همونجا ششتو که سرم کردم ما همین یادم پس میگه همون حلقه همیتا پروشی میاد جوی دیگه مونده است همون شیخی درویش میاد همونجا بشینه بود این چیزی که کردن همین قریبی نماز شیر میگه مقصد خلاص کردم با خیست اومد زیورت کرد سخت چوب گرفته اول پرسیم کرد خیلی ایسوسو بگو وقت دیدارو با قیامت دیگه ندیدمش میگه. وقتی بازگشت کرده اومده میگه در پیش استازا گپ زده میگه قیصر گفتم تو همون او همشریت یکی از همون عبدال بوده است یکی همون هفتما بوده است میفهمی برای چه حلقه پیشت کردن کجا جایت نیست اوخی کدمش جای معین خیلی چه داره نکی همه چیز هسته همیشه هسته راکنه که همیشه باشه به این مردای خدا را نمیشه این مردکایی هستن که دنیا را 5 تینه میخرن هرچی آید نزد ایشان خش بود آب حیوان گرده در آتش بود زهر اندر کامشان شکر شود سنگ اندر راهشان گوهر شود جملگی یکسان بود چون نیک و بد از چی باشد این زی حسنی ظنی او خود مردای خدا هم یا اولیاء الله میگن آخی چون بینالد آسمان گریان شود چون بگیرید ابر یارب خان شود من غلام آن که نفروشد وجود جز بدان سلطانی با افزار وجود خاکی پایم تری بزرگ میشم میگه که فقط بندگی الله میکنه میگه ای کسی نه طمع داره و نه ترس داره و نه بیمه نه امید فقط هم یک مکانی بیمه امید دارد درگاه پروردگاری بزرگ اوخی ای اگر سبحان الله ای دعا کنه هی چرخی فلک هم گردان بشود الله خداوند حفظ کنه. حضرت نماز خونده میتونه امکانیت هسته جو تیاره
همین جماعت های دست نتیم که در هیچ جا دیگه جماعت وقت کردن ولی خونه میریم زنام نام خوند یا نماز را خیلی الهی آمین الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأفوانا وهو سيدنا ومولانا اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآكلين كلهم أجمعين اللهم اوصلنا إلى جميع مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك بسیار شخصی سیاستمدار بود. یک شخصی خیلی چی جوی گفت او داره که ابو مسلم خراسانی را کشته است. همون شخصی که سببگاری اساسی به سر قدرت آمدن عباسی‌ها گشت او را کشته است. شخصی که امام اعظم ابو حنیفه را به خاطر آنکه وظیفه و منصب قضا را قبول نکرد گرفت حبس زندانیش کرد، شلاقش میفرمود. ولی در بعضی روایات اومده است که میگه با ضرب یا شلاق ها افگار شد حضرت آخر الامر حتی زهر دادن کشتن شده. تری ورسی هم است داره. شخصی که از سیاستش دنیا میلرزید، یک دولتی به نهایت کلان در اختیارش. با مدینه منوره اومد به زیارت روضه شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم. در مسجد رو اومد بلند گپ سر کرد. حضرت امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی امام اهل سنت و الجماعه قضای ازیدی در مسجد بود است، در نماز بود است، منتظر نماز فرض ایستادگی است. وقتی گپزنی او را دید به یک غرور و تکبر در مسجد خانه خدا، او مردکو مرد بودن ولی خودمون با او قیاس میکنیم به خدا قسم و یک همین کودکی که نرخ سبزی را پیاز فرق نمیکنه و تر از خش فرق نمیکنه، از اون کودک‌ها هیچ تفاوتی نداریم. نزدش اومد گفت یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتك فی هذا المسجد. یا امیر المؤمنین گفت اینجا صدات بلند نکن، این قصر پادشاهی تو نیست، اینجا خانه الله هست، روضه شریفه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فإن الله تعالی ادب قوما فقال یا ایها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خداوند یک گروهی از بنده‌هاش ادب داد، تعلیم داد. گفت کسایی که دعوای ایمانداری میکنه، ای کسایی که دعوای مسلمانی میکنه، صداتون از صدای پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند نکنه. در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آوازی بلند خطی گپ نزنه. و مدح قوما فقال این الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى له مغفرة و اجر عظیم. خداوند متعال یک ایده از بنده‌هاش مدح ستایش کرد. گفت او بیشک کسایی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاموشی را اختیار میکنند، خاموش و آرام ایستن و گوش میاندازند، اینا کسایی هستند که از امتحان پروردگار سربلندانه گذشتند. اینا را البته که مغفرت خدا و رحمت خدا و عطای خدا انتظار است و پاداش بینهایت بزرگی انشاءالله در انتظار شما. بزرگتر از این میشه که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم حشرت کنند، در فردوس اعلی جاد بتند. و ذم قوما فقال این الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. الله عزوجل یک ایده از بنده‌هاش میگه مذمت کرد، تنقید کرد. گفت بیشک او کسایی که بی ادبانه از پشت دیوار صدا میکنن یا محمد نزد ما خارجه گفته داد و فیغان میکنن، اینا کسایی هستند که عقل فراست ندارند، حتی اندیشه نمیکنن که اگر فرد روز قیامت شفاعتی تو نباشه روشان سیاه میشود. و این حرمته میتا که حرمته حیا. گفت یا امیر المؤمنین احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد وفاتش مثل احترام حضرت در زمان حیات شد. هشتا در سرت بگیر که در نزد روضه شریفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار داری.
وقتی مردی خدا با صلابت این سخن گفت میگه فاستکان له المنصور، همو المنصور به همو سیاست و به همو غرور و تکبرش سری تسلیم فرود آورد. بس از گفت توبه کردم دیگه آواز بنا ببرو. در هر موضع هر مکانی که امری به معروف شود، اوکی امری به معروف از چی است؟ از آیه قرآن، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتار بزرگای دین مبین اسلام. در اونجا دیگه گپ دنیا حرام میشود، فش کردن به همدیگر حرام، گپ انداختن حرام. در جایی که شیشته اگر میخواهی که برکت بیوه، میخواهی که همین علم نافع خدای تعالی براتون عطا کنه، گوش به اندازه برادران. بابای حاجی این همی سوالای میتا قسم به خدا اگر همه همین خطیبه و اماما را جمع کنیم هم بابای حاجی سوال شو بتا، من یقین دارم که 95% نمیدونم. همین را از کجا گرفت؟ گوش کرد، در ذهنش گرفت، در همین علمه. اکثری صحابه پیغمبر خط سواد خواندن و نوشتن نداشتن، گوش کردن در ذهنشو گرفتن، عالم تعلیم دادن، معلم بشرن. در محفل با او خاطر محفل تشکیل میکنن که یک فایده و استفاده ببری. آخی پروردگار فرزندای بابای حاجی را در پناه امن اسمتش محفوظ بود. خداوند دولتشون از این زیادتر کنه. پروردگار برکت نصرتشون بده. اما من یقین میدونم که دستن در کاری همه این کارا بابای حاجی قچه نه که از شیر بچه میشه. واقعیت داره. هر کس غیرت هم نداره نام بتاوه، از دستی هر کسی کار هم نمیوید. باور کنه این کاری آسان نیست. یک زمانه در هم دورای سوزنی سمرقندی یک وزیر به دست با درجه سختی مرده که خونه سوخته، خونهش هم نمیدونستین حتی هم مردم که چه خیلی باشه و میمون خونهش در کجا باشه. بعد یک روز حاکم اشارهش میکنه که بدبخت یک تیرش بزنده یا بجنباخ یا تشکیلی کنه یا معرکه کنه، مردم دعوت کنه. نه که همین خیلی شعری بگو که اینیتیاری ختم در تهش باشه بفهمن که همین شعری سوزنی های. او یا روبایش میگه در همین محفیله که پوچو شیشتگی سرای دولت استودگن به همون مراجعت میکنه، میگه اینانی تو رو نخورده کس جزنی تو، با دود نگشته آشنا روزنی تو. یک سوزن اگر کم شود از مسکنی تو، یک سو تو کنی گیریه و یک سو زنی تو. غیری زنت بگه تو یکون کسا نو نداده یک خونه سوخته، هیچ وقت آتشدانی تو دود نگرفت از خوراک نپخته برای مهمونه که همون دود همون موری چشم برویه. اگر ای خونه یک سوزن کم شوه یک سو خود ناله و فیغان میکنیم یک سو بیوت بوده تاش سوزنی اومدشته. دیدی یک سو زنی تو کرد گریه و یک سو زنی تو یک سو تو کنی گریه و یک سو زنی تو. اینی چرشه در آخرش گفت دیگه پوچو گفت احسن، اونم شرم داشت ایسو کشیده بچه در این پیش مردم بگن یا تشکیلی فسانی خشرو کرد، دعوت کرد، از جمله همین سوزنی رو هم دعوت کرد، سر پاش کرد، او عزتی بسیارش کرد. انا بایی گفت حضور رحمت آخی گفت نوشگرید قطی رحمتت که این شعری دهمه جو پاشده تو مرا شرمنده کردی. اکی یا بلو کده همین سبکتر شو آخی یک پودزهری دیگه شم بته که مقصد همین مردم دیگه فراموش کنن هم یک گفت خوب بگو. بعد گفت مایلش اینا شعر پریدیل کم میکنه. اینانی تو رو نخورده کس جزنی تو، ای وای با من دل میسوزه مقصد، ای وای با من. با دود نگشته آشنا روزنی تو، هم روزنی من زیغ نشم هم ای خوکی تو، مبلغی تو سختی مرده. یک سوزن اگر کم شود از مسکنی تو، سوزه دلی من، دلی من میسوزه بخدا اگرم یک سوزن کم شود. یک سو کنی گریه و یک سو زنی تو، یک سو زنی من، در این موتم زنی من هم خطی شما شریک میشه. رود در گور گفت خطی پودزه هر تب ایسرت بوده شیرده بود. نه که واقعا مردای خدا همیشه در جامعه کم شواتره کن، اما نام شده تاریخ میمونه. هر کسی که در راه خدا انفاق میکنه انشالله درجه و منزلت بلند رو به خداوند برکتش میده. حدیثی
امام بخاری است رسول خدا صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه اذا اصبح ابن آدم، یا که هر وقت میگه فرزند آدم میخیزن ملکان دو ملائکه میگه مقصد که دعا میکنن تو روز دیگر. یکیش میگه اللهم اعط منفقا خلفا، خدایا به منفق به انفاق کننده خلف بده، پاداش بده. و یقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا. ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان، ملائکه پستای خچون الک گرفتیانه دعا میکنن تا روز دیگر یک سوتکه دیجور نیانیو. دعاشو چی است؟ خدایا به منفق خلف ده. همین آدمی که در راه خدا انفاق میکنه در عوض یا خراجات کردگیش عوض میده. و دعای دیگه‌اش اللهم اعط ممسکا تلفا، خدایا در مال ممسک تلف بانداز، در مال ممسک تلف بانداز. همون کسایی که خیر کردن احسان کردن باور کنید نام شده تاریخ موند است. حاتم کی بود؟ سردار یک قبیله. این قدر پادشاها گذاشتن، این قدر امپراتورها گذاشتن، جهاندارا گذاشتن. حاتم همه میشناسه. در دنیا هست آدمی که حاتم نشناسه. مسلمان نیست حاتم نشناسه. اگر چند در زمان جاهلیت گذشته است. به خاطر چی میشناسنش؟ به خاطر خیر احسانش، به خاطر نام جوانمردی که داشت. زیبانگاه حاتم یک پیرمرد طلب 10 درم سنگ فانید کرد. شیخ سعدی میگه یک مسافر خیمه حاتم یایا بود، میگه کم کم مزم نیست تو کردیستم نباتم بته. این 10 درم سنگش تقریبا یک 30 گرم میشود. همین 30 گرم نباتم بته. زیراوی چنان یاد دارم خبر که پیشش فرستاد تنگ شکر. راوی روایت میکنه که 30 گرم نه، همین یک خلطه پر فرمید گرفتن بردنش. زن از خیمه گفت این چی تدبیر بود؟ همون 10 درم حاجت پیر بود. این زنک بدنفستر نه دید که یک خلطه کلون 50 کیلو را پیش کردن بردن. گفت این چی تدبیره، این چی کاره نفهمیدم. او همون احتیاج به همون 30 گرم داشت، تو چی او را یک خلطه روی کردی؟ شنیدین سخن نامبرداری تای، بخندید و گفت ای دلارام حی، گرو در خور حاجت خیش خواست، جوانمردی آل حاتم کجاست؟ میگه وقتی شنید حاتم خندید. زنکی سوده گفت اکو بیچاره به اون مقداری خودش طلب میکنه، همون 30 گرم. اوه من که او را 30 گرم بتم این جوانمردی و این نام حاتمی کجا میشود؟ و حضرت نصیحت میکنه شیخ سعدی تکلف بری مردی درویش نیست، وصیت همین یک سخن بیش نیست، که چندان که جهدت بود خیر کن، زیت خیر ماند زی سعدی سخن. حقیقتا همین حالتهای شید کارهای شید مردم دنیا داشتن همه رفت. همین که خدای تعالی هدایتش کرده است، یک مسجد درست کرده است مانده است، همون مسجد فایده جانش ما دیگه همه بر رفت. با خدا قسم بسیار دیدم تری چی چیزایی ندارن، همه ای دستش میروه. بسیارش با همه مال ممسی خراکی بیبک در دهنی در کام اژدهار میروه. یک خوراک خیر به خاطر الله کرده است، همون میمونه صدقه جاریه براش. ای دنیا میگذره میروه و همون چیزایی میمونه. خدا رحمت کنه علی کرم الله وجهه. یه روز میگه همراه 2-3 نفر از شاگرداش قبرستان جنت البقیع در اومد. میگه با همون طرف قبرستان مراجعت کرد، دعا و درود گفت. همون دعا و سلامی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم برامون تعلیم داده است. السلام علیکم اهل دیار المؤمنین، انتم سلفنا و نحن بالاثر و اینا ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لنا و لكم العافیه. بعد گفت که یا اهل القبور اموالکم قسمت و دارکم سکنت و نساؤکم نکحت. اهل قبرستان گفت مالاتون را تقسیم کردن، بعضیش به وارثات رسید، بعضی به بیگانه ها رفت، خانهاتون صحیح پیدا کرد، زناتو شو کردن،
فهذا خبركم عندنا انا خبری شما بود نزدیک من رسوندمش فما خبرنا عندكم شما ما را چی خبر میتید برای ما چی خبری دادنی هستی بعد میگه گشت طرف شاگرداش گفت به خدا قسم اگر گوشی شنوا میداشتیم میتو را میشنیدیم در جواب میگفتن که و علیکم السلام یا علی ما اکلنا ربیحنا و ما قدمنا وجدنا و ما اخرنا خسرنا جواب سلام علیه دادن و میگفتن چیز خوردیم بردیم چیز فرستادیم خیر کردیم اینجا دمو رسید چیزی مونده دردی سر موشید دیگران میخرن حساب کتابش در سر ما درویشی گرسنه چون بیاید بدرت چیزی بده از بحری روانی پدرت زر جمع کنی برای سه بیگانه شوی زن داماد عروسی پسرت اصلا همین میزنن خچولا میکشن اصلی کاری نمیای برای سه بیگانه را جمع میکنن یک کس در سن 46 سالگی مرده است مال و منال زیاد مونده است حضرت خدای تعالی زنش همه را اخت کرده صاحب شده در کارهایی که حتی برادرها شریکن یک کس نزدیک شوی نمیمونه ای کسایی که قرض داره بیچاره صاحبای پول میآیند این زنک ترسونده است شو همش توقف کرده است کریشه داشته چی داشته همه دیگه گریزون ای خودش آدمایی را که حتی قرضاشون دادگیان میگه مجبور کرده با پول کشیده گرفته است این مهنت این قزنوزن همه آدمایی که بالای میلیاردر پول دارن فردا روز قیامت در کشتن یعنی میگیرن در روز دیگه درهم و دینار نیست از طاعت و عبادتش میگیرن اگر داشته باشه نداشته باشه گناههای او را مینوس میکنن در بالاش بار میکنن بکی را جمع میکنی او زنی او قرار میسته شو هم نکرده باشه ولی بفکر شو میکنن این همیه این مولا برای بیگناه جمع میکنی دردی سرته خیلی آدمی به عقل به فراست در کار که به فهمی همین گپو بره و به خدا قسم در مصر یک شخصی بود با نام ابو رؤوس این سروری تاجرای همو مصر بود است تاجرا را بخچو با رهبر دارن کوخی رئیس بسیار سختی مرده گردن غوسی حتی در اون فرزنده و زنای خودش رحم نداشته گوشتش میگفتن شکنوق میبرده است این مغز چغز ایگجا یگون مهمون میموده است یکی سلوچه اینا تحمونده همون را نخرم بیچارو نمیدیدیم به همین چه بگم اکه بخیلی و موسیقی شهرت داشته است یک روز نماز پیشینه در مسجد میخونه در همین پهلوش یک جوان زیبایی خشروی خشبو همراهش نماز هم میخونه و بعد میگرده طرف ابو رؤوس میگه که برادر وقت نداری برای چی میگه هم یک خراکه کرده من همین عادت دارم مهمون نباشه خیلی که اشتهام نمیآید خیلی فعلی خوب داشته است مردی خیلی برای من در خونه خراک فرمیدگیم همراه بخریم خلیه با اوخی یه آدمی مردم و خلیه با دوست میدونم مایلش بگه میآیند خانه دمیان میشینن اوخی این دسترخوان هم میبینه و نوش نعمت هم میبینه اینا فرزندای بابای حاجی محمد سلیم این دسترخوان کرد یعنی را ببینه دیگه جای پیولمونی نیسته من دیگه هم میگه برادر میگه من همی خطا نمیشینوسم تو توجیر نیستی اگر توجیر میشیدی میدونستم تو گبزن تو یکون وزیری رئیسی چی؟ هیچی میگه ها بچه ما توجیر همی دسترخوانی تو را نداریم تو چی کاره ای یک جو میوی قره من هم میگه همین خدای تعالی اینه حسن جمال دادگی زبان شیرین و خوش همین وقتی میشنم که یکون بای مرده هست بعد گذشتن عیدش هم میرم یاده با هم کشم میگذارم که ببینن مشاهدم کنم و خوزگاری میرم همون زنشم میگیرم مالشم مایده کده میخورم و این میگه میرسه یه بچه میرسه تو که اوخی با مولی مردم میگه تو به حال این رسید اوخی حال یه نقشه حق دارم میگه برادر همین بعدی نمازهای تهجد و بعدی نمازهای فرضی همیشه دعا کرده است اختر در همین نمازهای حق دارم مردکی خوب داره اوخی زیبی جوان مرد دارم آدمایی را دیدم که ناشکریشو سیخ کبابی نمیدونم خوجندی دورانه جای سیخ کباب مردش هم میدوزه یک قرطو دمیره میشینه قرطوی خلیه وای بزنه
چریوش هم دیدیم با خدا. میگه همه دویم دعا کردیستم خداوند جانی همون را بگیرم. شما میکنه ای کمال آخیر. انشالله اگر همون برم زن شب گیرم خیال میکنم تا آخری حیات دیگه بس. این مرده که دیگه بیچاره را تاک میزنش تلخش کفید. دیگه خراک ای حلقت میره آخی. یک کورک دارم دو درجا میبخشی میگه هم میخیزم. راست بازار میویا. بازار میویا او همون گدا و تلبنده های بزرگ همه ایرا میشناختن و امید نداشتن. ایرا میدیدیم باید اصلا میگریختیم. همون را پول میتوان. میویا مغز چنزی بسیار را میخره حمول دعوت میکنه همیو را بگیره خونه مبری. با پشت میکنن میگیرن میورن این زنش دیده حیران شده است دیدی خیلی این با کدوم پهلوش خیسته باشای خوب. با میدونه مرده گیره با کی خریدی؟ میگه با شما رو کی؟ ای خوب دیدی چی بالو؟ میگه زنه کاش که خوب میدیدم با خدا قسم در میداریم دیدم. میگه عاقبت کار همیه یا خیلی؟ نه نوشی جان کنی نه پوششی تن گذاری مال رو بر شوهری زن به شوی زن بماند مخزنی تو به جان خود عجایب دشمنی تو. روی این مردای خدا همی کسایی که دستی به خیر دارن جوان مردن به خدا قسم یورا خدا دوست میدارن پیغمبری خدا دوست میدارن مردم هم دوستشو میدارن. امام ترمذی روایت میکند از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود السخی قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس بعید من النار. همین آدمی با سخاوت به خدا نزدیکه به رحمت خدا به جنت الله نزدیکه. مردم هم دوستش میدارن. خداوند ایره از دوزخ دور همیشه نگه میدارن. حق تعالی بر در جنت نوشت اینکه جای اسخیا باشد بهشت. اسخیا را با جهنم کار نیست جای ممسک جز درون نار نیست. بعد در دوام حدیث حضرت میگه والبخیل بعید من الله بعید من الناس بعید من الجنه قریب الی النار. در صورتی که بخیل از رحمت خدا دوره از جنت خدا دوره. مردم هم بخیلش رو میبینن هم بخیل که دوست میداره و با آتش جهنم بسیار نزدیک است. و حضرت عجیب یک سخنی را گفت والجاهل البخیل خیر و احب الی الله من عابد بخیل. همین والجاهل السخی خیر و احب الی الله من عابد بخیل. همین جاهلی با سخاوت نزد پروردگار درجه و منزلتش از همون عابد بخیل ده بالاتر میستن. یک وقت موسم حج ده خدا رحمتش کنه یک شریک داشتیم تو با نظر الله میگفتن علیه رحمت عجب مردی خدا بود پروردگار رحمت و مغفرتش کنه در بحبوحه جنت مستقرش بود. جای مردی حقیقی بود. 3-4 بوی بچه قطعی غلطید است. بعد دیدم احوال پرسیش کردم که چه حال داری؟ گفت قطعی مرداری سخت چه حال دارم موقعی؟ اوی بجای یا چی بخرن حجو دمتر روزه گرفتی؟ ای شکلی کار کنی همجا جای روزه گیری شما روزه گرفتی. آدمی کمبغله که مثال امکان نداره و مثلا حجی کنه در حج قربانی کنه همون روزه میگیره. یورا میگه پشت نبا درست کردی روزه گرفتی قطعی دیگه چی حال دارم گشتگی مردم. سبحان الله. با سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیزه مبارک دری ریسق زن بیرو تازی خانت نصیب دیهند که فرزندکانت نظر بر رهند. یک آدم در باری پوچو خیزبند میکرده سرهنگ بود است. زنش یه روز میگه که مردک جون بخی کور بره یکون چیزا که میتن فرزندکات چون برهن آخی به همین گودکات یکون چیزا میگه بیو او کوخنی پوچوی کلانه کوخنی و همه میرسه و بعضیش بیچاره در شکم خچونه میخوندن میگریتن به خونه هاشون میوردن که فرزندان رو بخورن. بگفت تا بود مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیتی روزه کرد. این بیچاره این سرهنگ گفت که زنگ این روز امید نکرد این روز ای کوخنی دود نمیبروید. حضرت پوچو شب نیتی روزه کرده بود که من پگه روزه میگیرم روزه نفل میگیرم. زن از ناامیدی سر انداخت پیش همه گفت با خود
دل از غوسه ریش که سلطان از این روزه گویی چی خواست که افطاری و عیدی اطفال ماست. زنک میگه بیچاره همین غم غوسه را سرک شخم که او غم پوچو چی درد داره ای چی روزه میگیره او افطاری پوچو نونی پوچو این همی خوراک فرزندای ما های برای او را همون روزه گرفتن خوردنش اولوتر که فایده و منفعتش با مردم گشنه بیشتر زیادتر میرسه. و حضرت میگه خرنده چه خیرش برایت زیده است به از صائم دهری دنیا پرست. همین آدمی که خیر دستی خیر داره ایم آدمی که داره مال با روزه نافله میگیره درجه و منزلتش همیشه بالاتر سبحان الله. و این محفل انشالله محفل فی سبیل الله به خاطر الله اینو طعام آماده شده است. این بزرگترین محفل است انشالله به درگاه پروردگار هم قبول و مقبول میگردد. خداوند بابای حضور از جمیع بلا و گزند و حفظ کنه. پروردگار دولت ثروت نعمت فرزندوش از این بیشتر زیادتر. پروردگار این فرزندوش که خدمت پدر را میکنن انا میخیل فرزندوی صالح دیده درو و جوان مرد نصیب روزی بگردونه که خدمت اینا را بعد در موضع خود در جای خود کنند. خواستم همین آدمی به عقلی که فراست داره و عقل داره پدر و مادر را مثل گهواره که چشم نگه میکنند. کم و تدین و تدان چه خیلی معامله کردی هم خیلی معامله میشود. پدر و مادر را که احترام کردی 10 چندان احترام ای فرزندات میبینی. پدر و مادر را قدردانی کردی انشاءالله 10 چندان ای فرزندان نبیرات قدردانی میبینی. این سخن یگان ملا نیستی، سخن یگان واعظ نیستی، سخن یگان مصنف کتاب نیستی، این سخن پیامبر صادق مصدوق است. بر آباءکم تبرکم ابناؤکم. در حق والدین احترام کنه، نیکی کنه تا اینکه ای فرزندات تو همون را ببینه. همین مسلمانی حقیقی مسلمانی را میگن که پدر و مادر چنان خدمت میکنه که وقتی مسافر شد یا در فکر استراخوفکا نغلطه اگه جون میفته میخورده باشه استراخوفکاش فرزنداش باشن همیشه. پروردگار خیرات و احسانات صاحبای خاندان به درگاه بی‌نیاز قبول فرماید. خداوند بابای حاجی محمد سلیمه بالای سری فرزندا و قوم همچون ناصح انا میخواد سوال دهنده و جواب دهنده حفظش کنه. پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن از جمیع بلا و گزند و حفظ خداوند ارواح گذشته های صاحبای طعام و برادرای شرکت کننده این محفل خیر رحمت و مغفرت کنه. خاصتا مادر مرحومه را از اعمال نیک فرزندا در عالم برزخ رهش همیشه شاداب نگهدار. در منزل فرزنداش فیض برکات خویش رو نازل فرما. عاقبت عمرمون به خیر انجام ده. خدوم عزیزا و بزرگا را به این خاندان مبارک گردان. پروردگارا امید به رحمت شفقت تو داریم. واقعا ساعت میشوه که جان به جان آفرین تسلیم میکنیم. پروردگارا در حالی که سالم و تندرست هستیم امکان داریم غیرت و همت مانبته که برای همون روزی سخت توشه داشته باشیم. کلوار همراه مو باشه که وقتی که پیک اجل به سرمون اومد آماده و تیار باشیم. همچنانه که حضرت بلال زمزمه میکرد غدا القی احبه محمدا و صحبه فردا دوستان ملاقات میکنم رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش ملاقات میکنم. همین که زمزمه کرده عالم فانی را بدرود بگیم با کلمه شهادت در زبان. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان